جمله میگه Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. میخوایم ببینیم که این جمله ترجمه دقیق و کاملا فارسیش چی میشه. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب بریم اول از واژگان این جمله شروع بکنیم، بعد من اون نکته کلیدی مربوط به این جلسه رو براتون باز میکنم. میگه great minds. great یعنی بزرگ. ما برای بزرگ واژگان دیگه ای رو هم در انگلیسی داریم، مثل big و large. big معادل گنده در فارسی میشه، بزرگ به معنای گنده. large بزرگ به معنای فیزیکی و بیشتر و به معنای سایزه، اندازه است. و great هم به معنای بزرگه اما غیر فیزیکیش، مثل اینکه مثلا شما میگی تصمیم بزرگ، اقدام بزرگ، خدمت بزرگ، شاعر بزرگ سده هفتم. اینجور بزرگ ها رو با great میگیم. خب میگه great minds، ذهنهای بزرگ، discuss یعنی بحث کردن، گفتگو کردن، بحث میکنند از چی؟ ideas یعنی ایده ها. خب average minds، average یعنی معمولی، میانگین، یعنی کسی که معمولیه. ذهنهای معمولی چیه؟ discuss events، بحث میکنن درباره رویدادها، اتفاقات. small minds، ذهنهای کوچک، خب discuss بحث میکنن درباره چی؟ people، اشخاص، افراد. people جمع person هست یا مردم هم میشه گفت. خب پس ترجمه واژه به واژه‌اش میشه چی؟ ذهنهای بزرگ درباره ایده ها بحث میکنند، ذهنهای معمولی درباره رویدادها بحث میکنند، ذهنهای کوچک درباره آدمها بحث میکنند. خب الان مفهوم تا حدود زیادی برای ما روشنه، اما این ترجمه خوبی در فارسی نیست. حالا ما میخوایم اینجا اینو تبدیلش بکنیم به یک جمله اصیل فارسی. خب اول باید ببینیم که ایراد جمله کجاشه تا بتونیم اون ایراد رو برطرف بکنیم. ایرادش اینه، میگه ذهنهای بزرگ. ذهن بزرگ یعنی چی؟ ببینید یه همچین ترکیبی در فارسی گنگه. ذهن بزرگ ما نمیفهمیم در فارسی. خب چی ترجمه کنیم ذهن بزرگ رو؟ ببینید اینجا اون قاعده‌ای که این جلسه بهش اختصاص داره اینه، معنی حقیقی و معنی مجازی. ببینید قصه از این قراره، واژگانی که در یک زبان به کار میرن اینا هر کدوم معنی دارن برای خودشون. مثلا شما میگی که خانه یعنی جایی که اون ساختمونی که انسان‌ها درش زندگی میکنن. خب حالا اینو نگاه کنید، خانه خراب، خانه خراب. اون خانه اول منظورش محل زندگی انسانه، اون ساختمونه، اما خانه خراب این معنی رو نداره. آیا این خانه خراب، این خانه با اون خانه یکیه؟ نه. خانه اول محل سکونت، خانه دوم یه مفهوم دیگه ای داره. بنابراین واژگانی که در یک زبان به کار میرن گاهی اون معنای اصلی خودشون رو میرسونن که ما بهش میگیم معنی حقیقی، همون معنی که در دیکشنری ها نوشته شده. اما یه وقتی هست نه، اون واژه به کار میره در یک جمله اما معنی اصلی خودش رو نداره، یه معنی دیگه ای داره. مثل همین خانه خرابی که گفتم، وقتی میگیم او خانه خراب شد، او به واسطه این تصمیمی که گرفت خانه خراب شد. ها، این خانه خراب منظورش این نیستش که اون خونش خراب شد، که نه، یعنی بدبخت شد. درسته؟ بنابراین
واژگانی که در زبان به کار میرن گاهی معنی دیگه‌ای پیدا میکنن. بذارید من یه چند تا مثال دیگه بزنم. میگه او مانند شیر در راه رسیدن به آرمانهایش میکوشید. این شیر رو نگاه کنید. شیر معنای اصلیش یعنی همون حیوان جنگله. اما آیا اینجا هم همون معنی رو داره؟ ما داریم راجع به حیوان جنگل صحبت میکنیم؟ نه. میگه میکوشید. این معلومه یک انسان او و میکوشید به ما این قرینه رو میده که ما داریم راجع به یه انسان صحبت میکنیم. اینجا این شیر دیگه به اون معنا نیست. این شیر به معنای آدم دلیر و شجاعه. او مانند شیر یعنی او خیلی شجاعانه در راه رسیدن به فلان میکوشید. یا مثلا میگه دادگاه او را از جرم انتصابی تبرئه کرد. دادگاه یه ساختمونه. وقتی میگیم دادگاه او رو تبرئه کرد منظورش قاضیه. درسته؟ قاضی او رو تبرئه کرده. گفته دادگاه اما منظورش قاضیه. درسته؟ ببینی؟ این منظورش که چیزی دیگه اون میشه معنی مجازی. خود دادگاه به معنای ساختمون معنی حقیقیه، اما اونی که منظورش قاضیه میشه معنی مجازی. میگه واشنگتن اعلام کرد بودجه تازه‌ای برای مبارزه با تروریسم اختصاص میدهد. واشنگتن اختصاص میده. خب واشنگتن یه شهره، پایتخت یه کشوره. درسته؟ خب این میشه معنی حقیقی. اما وقتی میگه اینجا تو این جمله میگه واشنگتن اختصاص، منظورش دولت آمریکاست. گفته واشنگتن اما منظورش دولت آمریکاست. واشنگتن به عنوان یک شهر میشه معنی حقیقی، اما واشنگتن به معنای دولت آمریکا میشه معنای مجازی. بنابراین ببینید یه سری جاها شما واژگان رو به کار میبرید به معنای واقعی خودش، اما یه سری جاها به معنای غیر واقعی خودش. به معنای واقعی میشه معنای حقیقی، غیر واقعی میشه معنای مجازی. اگه دقت کرده باشین این در ترجمه به اصطلاح گفته میشه که واژگانی که در متن به کار میره اینها معنیشون توسط متن تعیین میشه خیلی وقتا. این یعنی چی؟ این به خاطر همینه. میگه یعنی شما وقتی که دارید ترجمه میکنید اینطور نیستش که همه کلمات همون معنی رو بدن که در دیکشنری ها هست، همون معنی حقیقی. نه، خیلی وقتا خود متن تعیین میکنه. این یعنی منظورش معنی مجازیه. خیلی واژه ها هستن که در متن وقتی قرار میگیرن یه معنی دیگه پیدا میکنن و برای همینه که ماشین های ترجمه نمیتونن به اون خوبی و به اون توانمندی انسان ها متن رو ترجمه کنن، چون ماشین ترجمه این تشخیص رو نداره، اما انسان این تشخیص رو داره، چون معنی های مجازی رو خوب تشخیص میده، اما ماشین ترجمه نه. حالا اینجا بریم سراغ جمله خودمون. جمله خودمون میگفت ذهنهای بزرگ. مایند در اینجا درسته میگه ذهن، اما منظورش یه چیز دیگه است. منظورش چیه؟ منظورش انسانه. بنابراین ما باید بگیم انسانهای بزرگ درباره ایده هاست بحث میکنن. ایده منظورش مفاهیمه. انسانهای معمولی درباره رویدادها و انسانهای کوچک درباره آدمها. بنابراین ما به این ترتیب تونستیم این متن رو به یک ترجمه فارسی که یک فارسی زبان خیلی خوب بتونه بفهمه درش میاریم. بنابراین اگر شما اینو اینجوری ترجمه کردید، یه دفعه کسی برگشت گفت اینجا گفته مایند ولی به معنای ذهن، ولی شما انسان ترجمه کردی، باید بگی بله، به خاطر که مایند معنای حقیقیش میشه ذهن، اما معنای حقیقی کافی نیست. واژگان معنای مجازی هم اختیار میکنن و اینجا معنای مجازی مد نظره و معنای مجازی این میشه انسان و معنای مجازی رو هم با قرینه میشه فهمید. باید قرینه باشه، اون قرینه تعیین میکنه که معنای مجازی این واژه چیه. امیدوارم براتون سودمند بوده باشه. جلسات بعدی رو از دست ندید.